اومدیم به ویدیو. امروز اومدیم ترش زدیم یا همون لواشک ها رو برداریم بخوریم. دستای بعد چیزای ترش مثلا مثل نوشیدنی و اینا براتون میاریم. الان فعلا ما از لواشک شروع کردیم. یکیش بادکنک داره. این دوتا شکلاته که هممون خوردیم تا حالا. یکم از اینا، یکم از اینا، یکم از اینا با دو تا از این چیزا. یکی برای من، یکی برای تو. خب اینم با همین، اینم برای تو، اینم برای منه، اینم برای تو، اینم برای من. اینم برای منه چون منم بهش داشتم. بدون. خب فعلا از این شروع کنیم. اوه. خب شکلات اولی. اول شکلات چیزو کن. مال تو سیبه؟ خب آره مال من سیبه. مال من سیبه، مال منم. خب بیا کنم آره. انگور. ترش هست. از یک داده بهش میدیم 7. من تم انگوره میدم 8. من که 7. باز کنیم که ببینیم این چجوریه. حالا اینو میخوایم تست کنیم. حاجی دقیقا اینه. دقیقا فقط یک چیز بهش چسبونه. فقط یک نه بطن توش. خب بیا اینجا براتون. نه قابل توش نیم. از این مدرسه اوقات توش نه. اینا هم که دیگه میدونی در حد خودش ترش. من بهش 5 از 10 میدم. 3 میدم. حالا از این لواشک هایی که همتون تا حالا خوردین، قبلا بسته هاشون 20 تایی بودن خیلی گرون شده 10 تومن شده. واقعا راست کن. دقیقا فرق بود قبلی میکن. نه قبلش ترشتر بود. زیاد ترش نیست. 1. 3 از 10. حالا میرسه به این. مال این هلوی ما 7 میده. نه مال من آلوچه. آلوچه؟ خب بچه این هم بگیریم انباستش کنیم. مال من 7 میده. اوه آجی بچه سبزی. بچه خدایش خود ترشه. من تا حالا تست کردم. آره همش نمکه. خوشمزه نیست. 0. اصلا شیرینه نیست. خب اینو فعلا میذارم کنار. 0. خیلی شیرین. نه بادکنکی. خب حالا این میرسیم به آخرین لواشکی که به نظر من ترش هست ولی نه زیاد، چون روش بکنم شیرین. بادکنک نتر کن دیگه. بعد من میگه نتر کن. خب اینم از آخرین لواشکی که مال تو چی بود؟ تو چند میدی بین؟ من 0. 1. واقعا ترشه. 9 از 10. آجی خیلی ترشه. اوه زمانم 9 از 10. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. Let's go. لطفا این کانال رو دنبال کنید، سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید که دفعه بعد چی رو تست کنیم. همین دیگه. دفعه بعد شاید چیزای ترش‌تر از اینا رو تست کنیم. بله. پس تا ویدیوی بعدی فعلا خدا حافظ.